کوهرنگ، بهشت سفید ایران، سرای چشم ساران، آبشارها و رودها. شهرستانی در استان چهارمحال بختیاری که رودهای بزرگ کارون، دز و زاینده رود از آن سرچشمه می‌گیرند و جنوب و غرب و فلات مرکزی ایران را سیراب می‌کنند. دیدن تونل‌های برفی و یخی در بهار و تابستان یکی از لذت بخش‌ترین و مفرح‌ترین تفریحاتی است که آدم می‌تواند تجربه کند. خنکی نسیم برف و نوشیدن آب زلال برف در میانه گرمای تابستان آرزویی است که برای محقق شدنش کافی است به 80 کیلومتری شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری سفر کنیم. غار یخی چما غاری است با قندیل‌های پوشیده از یخ و برف و از سقفش آب برف ذوب شده روی سرتان می‌چکد و آرام و سخاوتمندانه زیر پایتان جاری می‌شود. در هر فصلی از سال که برای بازدید به این غار بروید می‌توانید قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف را که ارتفاع هر کدام به 50 متر می‌رسد مشاهده کنید. در این سالها که هوای کره زمین رو به گرمی می‌رود، ضخامت این لایه‌های یخی مخصوصاً در فصول گرم سال نازک و سست شده است. علاوه بر این یک چشمه آب سرد نیست که حاصل از ذوب برف‌های این غار است از داخل آن سرچشمه می‌گیرد و به سد کوهرنگ می‌ریزد که در نیمه خود دیدنی است و برای رسیدن به غار باید با پای پیاده از این رود زلال عبور کنید و از نوازش سردی آب و سنگ‌های صیقل خورده به پای خود لذت ببرید. اگر میان راه تشنه شدید می توانید از نهر جاری زیر پایتان آب زلال خنک بنوشید. پشمن کار غم افتانی که جا بگیریم تی یکی دی بنشینیم و گپ دل بزنیم دست یکه بگیریم و جار بزنیم همه ماله بیاییم که بابا یکی دی تاسو بزنیم کلو گاله کار بگوییم بشکانه ما بکنه بمینه صفدار. اگر دوست دارید غار یخی را ببینید به شهر کرد بیایید و از آنجا به سمت کوهرنگ بروید.